سلام، این بار با من از لابلای شاخ و برگای درخت ازگیل تا برداشت و پختن مربای ازگیل خوشمزه همراه باشید. راستی ما شمالیا به این میوه میگیم ازگیل، ولی بعضیا به این میوه میگن ازگیل که ما بهش میگیم کنس. حالا شما تو کامنت ها به هم بگین اسم کدوم میوه درست تره؟ حالا که ازگیلامون رو از درخت چیدیم، میشوریم و هسته‌های اون رو جدا میکنیم و به لابلا شکر اضافه میکنیم و میذاریم 12 ساعت داخل یخچال بمونه تا آب بندازه. از یخچال در آورد و روی گاز میذاریم و بهش آب اضافه میکنیم و حرارت رو زیاد میکنیم تا مربامون به جوش بیاد. حالا با حرارت کم بهش گلاب، آب لیمو و زعفران اضافه میکنیم و به مدت 1 ساعت درش رو میبندیم و گاهی هم میزنیم تا به غلظت مد نظرمون برسه. مربای ازگیلمون آماده است. ممنون که لایک هم میکنی و همراه هم هستی. دوستتون دارم.